سلام بچه‌ها، خوش اومدید به ویدیو جدید من. میخوایم تو این ویدیو به بهترین پلیر دنیا دوباره ریاکت بریم که میخواد با رفیقش فایت کنه و اینجا ما استاد سروشو داریم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و دوستان آقای ایلیا. امیدوارم از ویدیو راضی باشیم. خب شروع کنیم. بریم. خب فکر کنم تو این ویدیو میخواد با یارش رفیقش چالش بندازه. رفیقش ستاره بکنم جزء تاپ پلیرهای دنیاست. این رئیس رازن رو برمی داره. اون طرف گالم. استاد به نظرت کی میبره؟ با توجه به اینکه جفت بازیکن‌ها از مرحلات اول جهان هستن و با هم دیگه رفیقن، شاید یکی به اون یکی رحم کنه، ولی اگه بخوام بی‌رحمانه بازی کنم ترکیب ستارک از نظر من بهتر از ترکیب ریکیوه. ولی بازم چون ریکیو از ستارک بهتره احتمالا ریکیو ببره. من اگه بخوام یه چی بگم میگم ستارک میبره. منم که نمیدونم، هنوز ترکیب و کامل بر نداشتن، نگه میدارم آخریه برداشتم میگم. اوکی حله. خب ستارک گولم داره. اوکی. گولم و ریج داره. اگر بتونه از این دوتا کارت به خوبی استفاده کنه میتونه بازی رو جمع کنه. آفرین. این طرف این دوتا راهزن داره. یارو دزده. آره انگار طرف رسما دزده. خب این طرف برج جهنمی، اونم ویک با گابلین. خب ستارک تیا رو برمی داره. این ستارک هوش داره، میبینه که کارت های حریفش همشون اکسترای پایین دارن، میگه منم تیر برمیدارم چون ممکنه اینا راحت‌تر بزنم. جلوی بیشون میتونه بگیره راحت. ببین با توجه به اینکه اون گالم اکسیریه رو برداشت ستارک، من میگم ریکیو میزنه، چون این گالم اکسیریه اکسیر میده به حریف. آره ولی در عوض اون اکسیری که میده زیاد مهم نیسته. گالم اکسیری به خوبی میتونه حریف منحرف کنه. در چند مدت حداقل 2 دقیقه میتونه حریف منحرف کنه. شاید. خب اولش با حمله ستارک شروع میشه. معدنچه میفرستون جلو. معدنچه هیچ کاری نمیتونه بکنه. معدنچه هیچ کاری نتونست. یه تاور از دست دادم اینطوری. من گفتم این ستارک خوب داره بازی میکنه. آره از هوشش استفاده میکنه. ولی خب این ریکیو هم الان باید منطقاً از تاورش دفاع کنه. آره. اگه تاور بره بدبخت میشه. آفرین. این ریکیو هم خیلی بازی و شل گرفته. خب یه لشکر آدم فرستاد. میخواد یه کامبک بزنه ولی وقتی موقعش بیفته فعلا داره مسئولی در میاره. خب گالم نست. گالم انداخت این بازی کن. گالمه دمیج نداره. گالم اکسیریه رو بچه انداخت. یه تاور ستارک کرد. بازی مساوی میشه. نگاه ستارک چقدر احمقه. خب دفاع میکردی دیگه از تاوره. ببین حدود گالم اکسیریه حدود 3 تا اکسیر به حریف میده. 3 تا کم نیست.
اوکی داره بازی اصلا برمیگردونه. آفرین نگاه کن، همه ریختن سر بوز جهنم و پاور ستارک پاور رو از دست میدایا، پاور هم از دست داد. پاور یه پاور دیگه خراب هست شد. که خان تو سرت میکنن. پاور سوم آقا پاور ستاره سوم وای کینگم از دست دادی که تو. کامبک هم خورد بیچاره. رید کامبک سریع و ریکیو از عمد داشت ستاره شل بازی میکرد شل کرده بود. که کامبک میزنه. آفرین. خب شروع میشه. اولین کارت رو باید ریکیو بردار. خب این یارو که بکنش رو صدا میزنه. اوه آتی بذار ببین آیا میتونه ستاره داخل مچ دوم کامبک بزنه یا نه. خب نظرت چی استاد؟ از نظر من چون ستارک سری پیش و ریدش احتمالا بخواد الان کامبک بزنه و جدی بازی کنه. ایکس بو نمیدونم. و بعد ایکس بو کارت خیلی قویه اگه بتونی کیریه. این آدم ازش استفاده کنی. حتی اون خوکار هم داره. ایکس بو مال گیاس. الان دیگه الان دیگه ستارک ترکیبش خیلی نظر من قوی تر از مال اونه. مال ریکیوه. آره ریکیو نمیدونم چی باید بگم. ترکیبش میانگینن 2 و 6. آره و ترکیب ستارک فقط داره حمله میکنه. آره فکر کنم حداقل باید مال ستارک 4 تا باید باشه. آره میانگینش ستارک پلیر 9 ساله ستارک فقط است. داره نیرو واسه حمله میکنه این بده. آره تا زاده رو میفرسته با گابلین. اولین دمیج رو بازی چقدر داره سریع میشونه. خب بازم مثل اینکه گالم اکسیریا رو برداشته. طرف گاوه. و مگه نه داخل گالم اکسیری کار نمیکنه. میبینی چه آدم های پیدا میشن استاد. یه لشگر آدم فرستاد. خب یه تاوه رو همینطوری علکی زد. نگاه کن تو رو خدا. چرا کارت نمیفرسته؟ یارو رفت دیگه. ستارک خداحافظی کرد از بازی. ستارک ترتیب بابا. اینه ها فرق اول و دوم. بین یک و دو اینه فرقشون. فلنگ و بس رفت. ترتیب بیچاره. خب میخواد یه دفاع کنه. اوه ایکس بو. یه ذره مگه نمی‌بینی ستارک ضعیفه. ایکس بو رو فرستاد. اوکی ستارک باید برگرده بازی. ریک اینترنت ریکی ای وای ریکیو رفت. باش کن. خب بیچاره ریکیو. این دوتا رو با هم فرستاد. فکر کنم خراب کرد. الان دیگه باید ستارک از این موبایل استفاده کنه. آفرین. خب ستارک از موقعیتش استفاده کرد. یه تاور رو زد. ببین ستارک بوزینه است. فقط داره از این گالم اکسیریا میفرسته.
موافقم واقعا. نمیدونم فکر کنم چون که آخرات داره میمیره میگه که بره من دیگه نمیرم دیگه تش دیگه تا آخر آره تمام بکنم. خب بازی کشید به وقت و واسه اینکه اضافه. نیروها رو منحرف نه ببین تاهایی واسه اینکه نیروها رو منحرف کنه برای با خودش جمع کنه واسه حمله خوب برده هداره گالم میفرسته، ولی اینو نمیدونه که گالم رو که میفرسته XP واسه اکسیر واسه انمیش میره. آره از میشه گفت اینو بومینه. خب یه لشکر آدم فرستاد یکیه. ببین باز این گالم اکسیریه رو فرستادی. بابا تطورک بسته اون نمیشه کاری کرد واقعا که اینم پاور دوم که دارد. استاد ببینید چه آدم ها پیدا میشن، اصلا مقابر هم نمیشه. آخرش هم دوات کرد. بله دیگه ببین اینجا منو رو نشون میده. انگاری فهمیدیم که ریکیو خیلی قوی تر از ستارکه. آره و بین واقعا یک و دو خیلی فاصله هستش. برام سوال بود همیشه ریکیو میزنه یا ستارک. 10-20 شب خوابم نبرده سر این سوال. منم برام واقعا سوال، ولی من مثل تو واسم مهم نبودش. من از اول میدونستم ریکیو میبره. خب بچه ممنون که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. همین دیگه.